اگر کمی زمانی که در فضای مجازی میچرخیدید دقت میکردین میدیدید که پر شده از اینفلوئنسرهای مجازی که کاملا توسط هوش مصنوعی ساخته شدند و توانستند خالق آن را به درآمد قابل توجهی برسانند. الان شما به این پیج نگاه کنید. این گربه که حالا هم میشه بهش گفت که یک اینفلوئنسر هست، میبینید که چقدر فالوور داره و کاملا مشخص است که این شخصیت با هوش مصنوعی ساخته شده و مردمی هم که دنبالش میکنند این رو میدونن. کار این گربه چیه؟ اینکه ویدیو فان مثل آشپزیش بذاره و خیلی هم جذاب و سرگرم کننده است. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یک ویدیو خفن دیگه از کانالمون. امروز میخوام بهتون یک ایده خیلی خفن و جذاب و آموزش بدم. شرک اینفلوئنسر؟ بله درست شنیدید. امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطور از شرک پول در بیارید. پس با ما همراه باشید. خب بچه‌ها، من اول وارد چت جی پی تی میشم و یک چت جدید باز میکنم برای سناریوی ویدیومون. خب من از قبل ایده‌مو بهش توضیح دادم و ازش خواستم که برای ساخت یک ویدیوی کوتاه یک سناریو برای تصویر سازیش بده و من یک سناریو داد که خوشم نیومد و یکی دیگه ازش خواستم. شما باید بهش اینقدر توضیح بدین تا چیزی که میخواید رو بده بهتون. خب بعد دوباره رفتم یک چت جدید باز کردم تا پرامپت های تصویر سازی هم از خودش بگیرم. خب من برای اینکه پرامپت ها رو بهتر بده بهش ایده کلی رو توضیح دادم. برای این کار این تیکه اول پرامپت خودمون رو بهش دادم. بعد بهش گفتم که هر چی بهت دادم پرامپت برای تصویر سازیش رو بهم بده. بعد اومدم و یکی از این عکسایی که گفته رو انتخاب کردم و بردم اونجا. بهش دادم تا پرامپتش رو بهم بده. دوستان دقت کنید، شما نباید انتظار داشته باشید سناریو دقیقاً طوری باشه که شما میخواید. شما باید خودتون تغییراتی که میخواین رو بهش بدین تا خروجی که میخواین رو بگیرین. مثل الان که من بهش گفتم لباسی در تنش نیست و بالا تنش معلوم است. خب بچه‌ها، من برای تصویرسازی از هوش مصنوعی لئوناردو استفاده میکنم چون روزانه بهم توکنای رایگان میده و کارم رو راه میندازه. اگرم توکناتون تموم شد با یک جیمیل دیگه دوباره وارد شید. خب بچه‌ها، وارد قسمت ساخت عکس بشید و بیایید در چت جی پی تی و پرامپت رو کپی و در قسمت پرامپت پیست کنید. مدل هوش رو هم روی فونیکس 1 بذارید چون هم توکن کمتری میسوزونه و هم جدیدترین مدل هست. باقی تنظیمات هم مثل سایز و کیفیت نسبت به چیزی که نیاز دارید بذارید. دقت کنید بعضی از تنظیمات در نسخه رایگان قفل است. خب حالا دکمه ساخت رو بزنید تا تصاویرتون آماده بشه. صبر میکنیم تا تصاویر آماده بشه و ببینیم که خروجی چطور هست. خب دوستان، تصاویر آماده شده و این 4 تا تصویر رو به ما داده. خب من از این تصویر خوشم اومد، با اینکه کمی خطا داشته ولی خوبه، پس دانلودش میکنم. خب دوباره برمیگردیم در چت جی پی تی و عکس بعدی که میخوام رو انتخاب میکنم. بچه‌ها، نیاز نیست همه عکسایی که گفته رو بسازید، هم میتونید نسازید یا اینکه چیزی که میخواید رو بسازید. خب میارمش اینجا تا پرامپتش رو بگیرم. پرامپت رو داد، حالا کپیش میکنم و میارمش داخل هوش لئوناردو و دوباره دکمه ساخت رو میزنم تا با همون تنظیمات قبل بسازمش. خب بچه‌ها، دوباره تصاویر آماده شد. همه تصاویر با کیفیت ساخته شدند، اما بریم ببینیم کدوم با جزئیات دقیق تری هست. خب این یکی از همه بهتر بود. دانلودش میکنم. خب تصویر بعدی هم بریم با هم بسازیم تا استایل ثابتش رو هم متوجه بشید. خب باز هم یکی رو انتخاب میکنم تا پرامپتش رو بگیرم. یک سری توضیحات هم میدم تا استایلش هم ثابت بمونه. خب دوباره کپی میکنم و میارمش در لئوناردو و دستم به تنظیمات نمیزنم و دکمه ساخت رو میزنم تا دوباره تصاویر ساخته بشه. دوباره تصاویر آماده شد و بریم تا یکیشون رو انتخاب کنیم. خب بچه‌ها، این 10 تا تصویری است که من آماده کردم. مرحله بعد ساخت ویدیو است. با ما همراه باشید.
خب بچه‌ها، من برای ساخت ویدیو از هوش مصنوعی پیکسورس استفاده می‌کنم. برای ساخت اینطور ویدیوهای ساده این هوش مناسب است. هوش مصنوعی‌های پیشرفته‌تر هم هستند که در ویدیوهای دیگه معرفیشون خواهیم کرد. خب من تصویر اول رو برای ساخت ویدیوش انتخاب کردم. بچه‌ها در هوش مصنوعی‌های ویدیوساز برای خروجی بهتر از پرامپت‌های ساده استفاده کنید. خب برای پرامپت نوشتن میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده کنید. حالا پرامپت رو میارم داخل هوش مصنوعی و دکمه ساخت رو میزنم. خب بچه‌ها، ویدیو ما آماده شد. در کل انتظار ما رو برآورده کرده، ولی از این بهترم میشه ساخت. هوش مصنوعی های پیشرفته تر هم هستن. حالا میام و تصویر جدیدم رو دوباره انتخاب میکنم. بعدش دوباره در گوگل ترنسلیت پرامپتش رو میسازم. دوستان، پرامپت رو دوباره میارم داخل هوش و پیست میکنم. بچه‌ها، شما میتونید برای اینکه ویدیوتون خیلی تند و غیر طبیعی نشه از این تیکه کلام اسلولی استفاده کنید. دوباره ویدیو آماده شده. بریم ببینیم چطوره. خب کمی خطا داره ولی بازم خوبه. پس دانلودش میکنم. اوکی بچه‌ها، من یک ویدیو کوتاه از این چیزهایی که ساختم. بریم ببینید که چطور شده. دقت کنید این فقط یک نمونه ساده است. آخر ویدیو نکته های مهمی گفتم. پس لطفاً تا آخر ویدیو تماشا کنید. دوستان، خب تقریبا رسیدیم به آخر ویدیو. من سعی کردم که در کوتاه‌ترین زمان این ایده رو به شما شرح بدم و اینکه دقت کنید این ویدیو صرفاً برای رسوندن ایده به شما. ولی اگه شما بخواید این کار رو شروع کنید باید ویدیوها و عکس‌های دقیق‌تری درست کنید. برای این کار به هوش مصنوعی‌های ویدیوساز پیشرفته‌تر مثل کلینگ نیاز دارید که در ویدیوهای بعد بهش میپردازیم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.